امروز سه‌شنبه است 3 اپریل و من شعله گلخوجه تا 15 دقیقه دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. نخست سرخط چندی از خبرگزاری‌ها. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان مقامات هوایی روسیه را به مذاکرات دعوت کرده، میگوید بحث‌ها نباید برای تحریم و تهدید حل شوند. تاجیکستان انتقال دیگر باره نیروی برق را به ازبکستان به راه ماند. برق از ناحیه ترسونزاده و ولایت سوغد و ختلان به کشور همسایه صادر کرده می شود. آفت‌های طبیعی در ولایت ختلان، زمین جنبی در بلجوان ده‌ها خانه را خراب کرده و خطر آبخیزی ساکنان شهر کولوب را نگران نموده است. حکومت شهر گفتگیم با همه گفتگیم وقتی سیل براشون بعد میان سوز میکنن. وزارت امور خارجه تاجیکستان امروز موقع خود را در نسبت جنجال طول‌کشیده هوایی میان مسکو و دوشنبه بیان داشت. این نهاد با پخش اظهارات گفت مشکل پیش آمده را باید بر پایه همکاری‌های شریکی و مذاکرات مقامات حل کرد، نه برای تهدید و تحریم. این اظهارات در حال صدا می‌دهد که جانب روسیه دیروز اعلام داشت که از 5 اپریل اجازتنامه پرواز شرکت‌های توجیک ایر و سومون ایر را به چند خط دیگر قطع می‌کند. به همین ترتیب تقریبا همه پروازهای شرکت‌های توجیکی به جانب روسیه منع می‌شوند. میرزا نبی خالقزاد موضوع را ادامه می‌دهد. وزارت خارجه تاجیکستان به بحث‌ها و بیگونه‌گوهای شرکت‌های هوایی تاجیکستان و روسیه یک اظهارات پخش نمود و تاکید کرد که فشار و تهدیدهای مقامات روسیه غیر مؤثر بوده و می‌تواند به شرکت‌های دو کشور ضرر جدی مالی رساند. وزارت خارجه تاجیکستان امروز 3 اپریل با پخش یک اظهارات دعوت نمود که باید مذاکرات شرکت‌های هوایی دو کشور منصفانه و بر پایه مذاکره باید صورت بگیرد و ادامه یابد. بحثایی که حالا ادامه دارد بر پایه یک سازشنامه که میان روسیه و تاجیکستان در سال 1997 به امضا رسیده بود ادامه داشته و بر اساس این سازشنامه خطها و نحوه پروازهای نوی میان شرکت‌های هوایی روسیه و تاجیکستان بررسی خواهد شد. این هم در حالی است که امروز یک هیئت بلندپایه تاجیکستان به خاطر حل و فصل این بحثی که تقریبا یک ماه ادامه دارد به مسکو سفر نمودند. ماجرای هوایی روز 12 مارس سال روان سر زد و آن روز تاجیکستان با شرکت روسی اورالسکی اولینی اجازت پرواز در مسیر نو پرم دوشنبه را نداد. روسیه تهدید کرده بود که از چاره‌های دیگر از جمله قطع پرواز هواپیماهای تاجیکستان کار می‌گیرد. روز 31 مارس روس‌اویاتس اعلام کرد که پروازهای هواپیماهای سامان ایر به 7 شهر روسیه را منع می‌کند. جانب تاجیکستان نیز امروز از قطع اجازه پروازها به 5 شرکت هوایی روسیه به دوشنبه و خوجند خبر داد، در حالی که جانب تاجیکستان شرکت‌های روسی را به نقض اصول پریتیت عیبدار می‌کند. روسیه در تکیه به سازش قبلا حاصل شده پرواز شرکت‌هایش را موافق به سازشنامه می‌داند و از تاجیکستان طلب دارد که به پرواز شرکت‌ها اجازت بدهد. رو می‌رویم به موضوع دیگر. شروع از 3 اپریل بعد تنفس 9 ساله تاجیکستان انتقال کاملی نیروی برق را به ازبکستان از سر گرفت. برق تاجیک میگوید که با فراهم شدن شرایط صادرات نیروی برق به ازبکستان در سال جاری امکان بدون تولید نیروی برق پرتاب شدن آب از آب انبارهای بزرگ تاجیکستان کاملا از بین برده می شود. توافق بر سر صادرات برق تاجیکستان به ازبکستان در ماه دکامبر سال گذشته میان جانب‌ها حاصل شده بود. اسکندر فیروز در این رابطه با محمد عمر اسوزاده معاون اول رئیس شرکت برق توجیک گفتگو داشت و درباره شرط و شرایط انتقال نیروی برق سوال نمود. با همگان معلوم است که روز 2 اپریل سال جاری خط انتقال برق 220 کیلوولتی از زیرزگاه مرکزی به زیرزگاه گلچه جمهوری ازبکستان که لینیه ریگار گلچه به حساب می رود به کار درآورده شده. عین زمان انتقال برق به جمهوری ازبکستان آغاز گردید. عین زمان کارهای وصل تغییردهی در خط انتقال برق 220 کیلوولتی شیراباد گلچه شیراباد دیناو گزارنده شده ایستادند. در نظر است که در دوام روز کارهای وصل تغییردهی به انجام داده شده. همچنین با توسط خط انتقال برق دیناو شیراباد و جمهوری ازبکستان نیز حجم انتقال انرژی تامین کرده می شود. یعنی با کدام قیمت و چی مقدار؟ در اساس قرارداد ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق به جمهوری ازبکستان 2 سنت ایالات متحده آمریکا مقرر گردیده است.
صحبت مفصل به همین زودی ها در وبسایت ما و هم آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته می شود. سیناتور امریکایی بоб پورتمан میگوید سلاح کشنده دفاعی که امریکا به اوکراین ارسال خواهد کرد به خاطر مقاومت به تجاوز جدای خواهان رو به روسیه است. امریکا فروش موشک‌های ضد تانکی جاولین را تصدیق کرده است که به مبلغ آن 47 میلیون دلار آمریکایی مساوی می باشد. روز 2 اپریل در پراگ این سیناتور جمهوری خود در قرارگاه رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی به سوال‌های خبرنگار بخش اوکراینی رادیو آزادی راستیسلاو خوتین پاسخ داد. در ابتدای صحبت درباره مسلح‌شوی بود و خبرنگار از سیناتور پرسید که آیا سلاح ایلاوگی و آن هم کشنده باعث توسعه نزاع نخواهد شد؟ با فکرم ایالات متحده امریکا و کشورهای دیگر باید به اوکراین امکان دهند که سلاح خریده از خود دفاع کند، از جمله سلاح‌هایی که به همین زودی‌ها به آنها داده می شود. در ادامه صحبت خبرنگار رادیو آزادی از سیناتور سوال کرد که آیا به اندیشه او به این وسیله جنگ در اوکراین عمیق‌تر خواهد شد؟ هدف اساسی مدافعه است. اوکراینی ها در حال دفاع قرار دارند. آنها از صاحب اختیاری و زمینی خود حمایت می کنند. حالا شرق اوکراین به حمایت از حمله های آشوبگران رو به روسیه نیاز دارد. سلاح و مهماتی که از آنها مصادره و در میدان کیف به نمایش گذاشته شده است شهادت حرف ماست. موشک های جاولین امکان می دهند که آنها از خود دفاع کنند. میدانید با سلاح ایلاوگی آنها می توانند گویند که حمله به ما و ادامه تجاوز پیامد خواهد داشت. به فکرم چنین وضع به حل آسایشته زمینه میگذارد، از جمله تطبیق سازش مینسک و حتی تهیه سازش دوم مینسک. تجاوز بدون جوابگری باعث ادامه خونریزی شده است. ما طرفدار آرامی هستیم. اوکراینی ها نیز در حال حمله نیستند. آنها از صاحب اختیاری خود دفاع می کنند. بоб پورتمан در صحبت با رادیو آزادی گفت که امروز عازم اوکراین می شود تا با وضع این جمهوری از نزدیک آشنا گردد. تفصیلات را می توانید در سامانه ما www.azadi.org دریافت نمایید. برمیگردیم به تاجیکستان. در پی زمین جنبی دوامداری 5 روز اخیر در جماعت سرخوساری نویه بالجوان 84 خانه مردم خراب شده است. ساکنان میگویند از روز 30 مارس تا کنون در حدود این جماعت زمین می جنبد. جماعت سرخوسار دوردستترین منطقه در ولایت ختلان است که روی دشوار گذر دارد. رئیس جماعت سرخوسار در صحبت با رادیو آزادی گفت امروز نیز جنبیدن زمین ادامه داشت ولی شدتش کمتر بوده است. حالتهای فوق‌العاده در نویه آمده. خطی معاونی اول روی ساختمانی این هم جماعت آمده. شنبه بیدو روز سیوم روز جماعت یکم هم خیل سیوم بیش بعد 2 روزای یکم دیام خیل 2 روز سیوم همی سخته شده. امشا یکم ترجمه یک مدامات از هیچ نکردم. دیوای اسپرینگون دره نیهولک تفیدوب سنگی دره وکیل محلی از سرخوسار میگوید آسیب دیده ها تا کنون هیچ کمک دسترس نکردند. به گفته او شماره زیان دیدگان از 100 نفر بیشتر است ولی گروه ویژن نه همه را به اینوبت میگیرد. در همین حال ساکنان دهاتی اطراف فرودگاه شهر کولاب از دیگر آفت طبیعی سیل و آبخیزی نگرانند. آنها از مقامات خواستند که سویل ها را مستحکم کنند تا اینکه آب دریا منزل های آنها را شسته نبرد. این مجرای خرد و نظرناگیر بعد آغاز بارانگری میتواند به یک نیروی توانای ویرانکار تبدیل یابد. فرارسی بهار برای مردم دهه آفتابلیقا به جز مژده خیر آوان تشویش هم هست. دریای دهنه در این فصل سیراب گردیده به سبب مستحکم نبودن ساحل به زمین و خانه های مردم تهدید میکند. میبرشن که میدازه خوجگی زندگی میگه 300 خوجگی زندگی میزنه همه تای آب میمونن. مردم هم چند سال از عذاب این را میکشند و هر بهار کشتی آنها راههایشان و باغهایشان ضرر میبیند. همه روزا با طریق حشر کارها شده ایستادن. سال گذشته زیاده از 250 متر با طریق سیمتور خوابانی طریق حشر سیمتور خوابوندیم و زیاده از 120 عدد کوبیکوی
بیتونی ریخته شد. تقریباً 2 کیلومتر ساحل نیاز به سدبندی دارد. الکی با بالا رفتن سطح آب دریا تا 10 هکتار زمین کشتی مردم زیر لای آب مانده است. موضع آفتابلیقا در مکانی ریگزار جایگیر است و بارانگری نچندان زیاد هم میتواند باعث آمدن سیل‌های بزرگ شود. مردم با ارسال یک مکتوب از حکومت خواستند که خانه و زمین آنها را از تخریب شوی حفظ نماید. نگرانی آنها از این است که کارهای ساحل مستحکم کنی به کندی پیش می رود. با حکومت شهر گفتگیم با همه گفتگیم وقتی سیل براشون بعد میان سوز میکنن. مقامات میگن لایحه کم کردن ضرر دریای دهنه را روی دست دارند و مرحله به مرحله آن را عملی میکنند. لایحه آماده است. عین زمان در قسمت بالا در مسافه 850 متر کارهای برقرارسازی الکی در عرفه انجام یابی است و قسمت پایانش هم از ماهای می ایون آغاز می‌گردد. در موضع آفتابلیقا فرودگاه شهری کولاب جایگیر است. آب دریای دهنه به اطراف آن هم تهدید دارد. مقامات حکومتی وعده دادند که این مشکل برطرف خواهد شد. مردم که هنوز لایابه از میان کشتش می‌گذرد به این وعده ها کم باور می‌کند. نگاه می‌اندازیم به پایتخت تاجیکستان. سالانه شماری زیادی ساکنان دهات در پی پیدا کردن کار و زندگی بهتر به شهر دوشنبه می‌کوچند. البته در پایتخت آنها برای خود شغل می‌یابند، اما روزگارشان آسوده می‌شود یا نه؟ در گزارش همکارمان زرانگیز نوروزشاه تماشا می‌کنیم. فرزانه 30 ساله 2 فرزند را به تنهایی به وایم می‌رساند. شوهرش آنها را ترک کرده است. او از جماعت رودکی ناحیه واسه برای پیدا کردن رزق و روزی به پایتخت آمده است، اما روزگار در پایتخت برایش دشوار است. برای اجاره ماه 300 سومون می‌سپارد. پولی سوید می‌سپارم، پولی آب می‌سپارم، پولی موستر می‌سپارم، پولی صادق می‌سپارم. مثل غیر اجاره ما ایامو 760 سومونی که من می‌گیرم در بگویی که من سر تنهای خودم در یگان لباس بخرم یا که یگان نمیرسانم. بکار نبودن و منبع ریسک و روزی داشتن فرزانه را امیدوار ساخته است که روز او هم صاحب بومی بهتری میگردد. در شهر دوشنبه وابسته به مکانی جایگیر شوی نرخ خانه هم فرق میکند. معمولا برای 1 متر کوادراتی نرخ آن از 450 دلار آمریکایی آغاز می شود. نرخ ماهانه اجاره هم از 300 سومانی شروع می شود. و مثل فرزانه صدها اجاره نشین در پایتخت زندگی سخت را پسی سر می کنند و یگانه آرزوی آنها این است که صاحب کلبه خود شوند. آرزویی که برای عملی شدن آن امید داشتن بهانه کافی نیست. محمد میان 10 مرد کاری دیگر منتظر کارفرماست. او هم به خاطر بنیاد زندگی بهتر به پایتخت آمد. اجاره نشین است و جای کاری دائمی هم ندارد. عروبکه شدیم، صورتگیر شدیم، ساختمان در کار کردم 17 سال. شهر کم خیلی که باید چیز زندگی تمی و میجمی قشلوق نمیشه. محمد برای اجاره ماه 1000 سومانی می سپارد. مثل اکثر دیگر اجاره نشین ها در دوشنبه او در یک وقت باید هم برای روزگذرانی عائله عبارت از 7 فرزند و هم برای پرداخت اجاره پولی و چندین خراجات دیگر پول کار کند. در منزل اجاره شرایط عادی ترین نیست، اما از مناسبت خوبی صاحب خانه توصیف میکند. چرا با همین یه مدت میزگره با ایران با میفهمم میگه خیلی کم گوداگداری منم شرایط هم میفهمم میگه همون کم همون زور رسیدن دادم. در تاجیکستان نرخ گران منزل، مزد کم معاش، کمبود جای کار دائمی از جمله عامل‌هایی اند که برای شهروندان زیاد خریداری منزل را مشکل کرده است. گران بودن بهره قرض‌های ایپاتیکی بانک‌ها در تاجیکستان سبب شده که اکثریت حتی فکری به این وسیله صاحب منزل شدن را از سر دور کردند. برخی هم با امید روزی بهتر نصف عمر خود را در اجاره سپری می‌کنند. در خانه اجاره فرزندان را بزرگ می‌کنند و به زندگی مستقل گسل می‌سازند. همین گزارش که سختی اجاره نشینی را در پایتخت به نمایش میگذارد در سامانه ما بحث‌های زیادی را با وجود آورد. تعدادی از کاربران به قهرمانان گزارش برگشتن به دهات را توصیه دادند. برخی دیگر پیشه کردن صبر را تا از غره حلوا بپزد. البته هر نفر شایسته داشتن زندگی خوب است و خدا کند که همه به ارزش برسد. برنامه ما انجام یافت. سپاس برای همراهی و تا برنامه فردا. خدا نگهدار.